هلو. من نگفتم این بلا سرمون. خب احمق خودت گفتی چرا میترسی؟ وای در سگ مادر خرابه. ای بر پدر مادرت. سلام عزیزای دل من، خوش اومدی به یه ویدیوی دیگه. عشقای دل من، خوش اومدی به کانال خودتون. امروز اومدیم بازی ریورز آف فیر. آره، ترس از سایه. ما مثل سگ از سایه‌های خودمون میترسیم، طبیعی. این بازی داستانش چیه؟ داستانش اینه که ما یه شخص نقاش بیشوری هستیم که وارد یک خونه‌ای میشیم متروکه و اونجا ما نقاشیمون رو کامل کنیم و با کلی اتفاقات بدبختی روبرو میشیم. طبیعی، ما همش بدبختی. اگه پارت‌های قبلا رو ندیدین بریم ببینید چقدر بدبختی. اگه از این ویدیو خوشت اومد دکمه لایک رو بزن، چنل رو سابسکرایب کن. پس بریم یک بازی خفن رو اجرا کنیم با هم دیگه. کیوس پفنگا رو بیارین، کربندا رو ببندین. لذت باو. خب همینطور که میبینید این اول بازیش آهنگی هم داره. دیدیم این میگه تاریکی صفحه رو نشون میده. خب من میخوام اینجوری یه جوری تنظیم کنم برای بهتر بازی کردن. این عکسی که اینجاست نگاه کن، این عکس اینجا یارو اینجوریه، نقاشی نبینی. الان من نمیبینم. خب اینا چیه؟ میگه چه آهنگی داره. صداشو کم کنیم، صداشو کم کنیم، صداش خیلی زیاده. خب میگه آقا اینجا MPT رو انتخاب کن، لود رو بزنیم و اکسپت، لود رو بزن و اکسپت. اینجوری. این لودینگ ما چیزی نیست. اوکی. خب نیو گیم داره و بازی DLC داره و خیلی چند. آقا یکم باید من صداش رو کم کنم، موزیکش خیلی رو مخه. آره اینجوری خیلی بهتر، این موزیک بهتر. آره خب ما نیو گیم ما میزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا امامزاده 7-5 تن. چی شد؟ باران. بریم ساکت بشم. I know how you must feel. Lost, alone, hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. این ماییم الان. خب چرا موسش سخت حرکت میکنه؟ خب این چیه الان؟ این پوزه بنده بچهای خوب. این پوزه بنده. اینجا داداشمون یارو دارید یا اول فصل. در اینجا باید. خب این پشت من چیزی نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله. شما نمیشه برداشت. یا اول صدای رده بر نامه است. یه ایمیل نامه‌ای داره ما فرست. ایمیل که نیست، اسکو نامه است که به صورت مؤدبانه برام فرستاده از یه جایی. الان مهم نیست، نقاشیم دیگه، نامه زیاد میاد. این چیه؟ قلاده پاپت. آره من میترسم این گوها رو میخورم. ببخش. ما میریم حالا این ورا رو بگردیم. چیا پیدا میکنیم؟ اون چیه؟ بچه گرافیک بازیش خیلی خوبه. نمیشه برداشت. یا ابوالفضل، یا عیسی مسیح، بکش ترمز دستی. ببخش صدا میاد. یا الله. سلام. آب ببین. نه هیچ نیست. صدا آهنگ چقدر شد. بچه من میترسم. خداش این دشتی و همیشه درش نه برش. خب این چی نوشته؟ بابا رده بقیه 20 آب نزن دیگه. قفله. این فکرم اتاق نقاشی مونه بچه ها. بریم اینجا کارهای بدبختی مونه باز میشه. این یا اول زیر زمین دیدی. خب ما اصلا با اینجا کاری نداریم بچه. داره میبندیم و به راهمون. طبقه بالا وقتی هست چرا ببینیم زیر زمین بچه ها؟ یا الله چه بارونی هم هست. وای خدا. این رده برقش یکم بازی یکم ترسناکتر میکنه. پیانو. ترسیدی؟ نترس. بترس.
آرام باشه ایوا، من یه پیانو زدم. چه این کارا رو میکنی؟ چرا این کارا رو میکنی؟ صدای آهنگ چرا قطع شد؟ اوی! در باز شد، به خدا در باز شد. بابا بازش خیلی. یا الله هاش خانم. فکر کردی میتونی ما رو بترسونی عزیزم؟ من نمیترسی، من نترس. آنشلی چی؟ شنل قرمزی بچه. داستان من یکم میترسم. داستان شنل قرمزی خوردش، بله. داستانش خوردش. گرگه خوردش. گرگه بدجوری هم خوردش. کلید I'm sorry you. آره your room. این چیه؟ روم وان این بزنم اینجا بمونه. فکر کنم رمز میزنش. اتاق نمیدونم چی فلان چی. باید چقدر رده برق میزنه. این تو چیه؟ این توی چی هست؟ اینم Mr. Dear Friend ریدیم با سواد انگلیسیم. خب من فکرم اتاق کلید اتاق پایین بود. نه یه چراغ قوه‌ای شمعی نمیدید داشت به ما. این صدای این آهنگش خیلی بسیار رو مخ و ترس. این آینه است یا نه یا اتاق دیگه است؟ یا الله حاجی نقاشی ها رو نگاه کن. نقاشی ها وحشت. نترسی، ما نمیترسیم پافیوز. کلید اینجا دیگه شد. کلید همین بسم الله. بله زنگ خونه خورد و بریم خونه. تموم شد. اتاق در بسته شد. چه در بسته شد؟ اتاق هنره. خب بکشم پایین. بچه آماده باش. چرا میترسی آخه؟ هیچی نیست بچه های خوب. چرا میترسی؟ فقط یه نقاشی که یکی هم رنگ ریخته. یا اول فصل هیچی پشت اینجا بازش کن. رنگ بود. اینا رنگه، چیز خاصی نیست. قفله چرا سخته؟ قلمو شکسته. صدای چی بود؟ چه میترسم؟ این مثلا بازی دارم من ساختنش رقم میترسم. این چی؟ خودکشی؟ صدای شیشه بود. اینا شیشه است. یه بانوی اینجا. باسن نمیبرش. عزیزم کجایی؟ این زمین لرز داره میشه. شم نمیدی به ما داداش؟ شم به ما بده دیگه. این توش چیز میز هست. اینو خونده بودی؟ رنگش رفت. این چی بود؟ اینجا رفت. به جانش اینجا رفت. یا باگ خورد بازی. خب فکر کنم این نامه. آقا این نامه فکر کنم این یه نامه ای هست که رنگش رفته. چیز خاصی فکر نکنم باشه. همون نامه در ما سرویس. خب هیچی نیست. ما بریم بیرون دیگه. ان شاءالله که اینجا چیز میز نبود. بریم بیرون ببین چه خبره. یا اول فصل نقاشی ها رو ببین. نقاشی در قفله. به خدا اینجا تغییر کردم. اینجا اینجوری نبود. این بسته شده. چرا راه بسته شده؟ یا اول خیلی تاریکی بچه‌ها. خیلی تاریکی. ریدم به خودم قشنگ. یا الله صدا میاد. چی گفته؟ وای خار اومد من. بخش بابا چیکار داری میکنی ماما؟ نتونستم بخونم چی نوشته بود احمق. این چه نقاشی های مزخرفی تو خونه است؟ پرده رو میکشی. اوه این کتابخونه است دیگه. چیزی نیست که. دوباره برگردی نه؟ یا الله الان اینجا ما اومدیم اینجوری نبود. چرا هر وقت عوض میشه؟ سلام. پنکه بچه ها. پنکه داریم. پنکه بهش میگن پنکه. این پنکه سخته خیلی رو مخم. از قدیم ترسناک بودن. چه زیر میزه. چی؟ going in. گو خوردم. چرا اومدی تو خونه؟
میگه صدا میاد، نه صدای باد اولاق. میگه یه اتفاقات عجیبی داره اینجا میفته آقای مادان. نه بابا چی نه؟ میگه آقا یا خانم فلانی یه اتفاق اینجا، هر کی داره اینو میخونی، یه اتفاق عجیبی داره اینجا میفته، بعد زنگ میزنه به پلیس و از این چیزا. انگار نقاشی داره زنده میشن و فلان و بسار. آره بشین ببینیم بابا نقاشی زنده میشه. ما نمیترسیم خرافات. این چیه؟ آخر سرمونو ببار. این همون پیانو نیست الان درش اومد پایین. نکنه این خانومه اونجا نشسته بود. این چه بانویی؟ برداشتم؟ بیدینگ. نه روشن کن بابا. ای بابا هم یکی تاریک هست یا اول فدره. هلو، عرض سلام دارم خدمت خاندان عزیز. اینجا هیچکی نیست. صدای باد خیلی رو مخه. شما چه خبر؟ سلام. وای خدایا نقاشش عوض شد. 548 548 بهتر رمز یادتونه. 548 548 ریدیم. خیلی آزاد. به خدا کخ خوردم. آنجا بزنم 540 540 با بیا پایین دیگه. بکشه پایین خیلی بده. 548 با این چقدر پیچ میکنه. خفه شین. باز شد. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, چینجی حرف میزنی ها؟ will you marry me? برای من این انگشته خواستگاریته؟ همین دیگه انگشته با ارزشی. آره میگه آقا این برای اینجا چیکار میکنه؟ گو خوردی اینجا که گذاشته آقا. چی اومده؟ شما دیگه کاری با ندارین؟ Never forget reading. وارد نشو فکر کنم. سلام. آها پوفیوز میگه وارد نشو. چرا؟ خوبی داشته من نمیترسم. سلام. چه خبر اینجا؟ نرینیم به خودمون اتاق تاریک. ساکت شدی که کلوچه میخوردی؟ چی؟ باشه نقاشی به خود داره راه میره اینجا. چی اینجا چی داریم؟ خب اینجا هیچ بوزی نداریم. پاسپورت رو بردار بریم داداش. Your چرت پر نوشته بچه. چیز خاصی ننوشته. Look for a new job. کار جدیدم رو نگاه کن. خب یه کار جدید کدوم گوریه خدا داشتم. 2000 years later. من مطمئنم داشتم ورود میکردم این راهروی 20 آب نبود. درسته؟ من همین دقیقا ورود کردم به اینجا دیگه. صدا میاد. این راهرو نبود. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در بسته شد. رحیم یا اول فصل. در سگ مادر. سگ مادر خرابه. هیچی نیست. نترسید. ترسیدی؟ گو خوردم ببخشید. نترسید. ای بابا. Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Round. چه میخندی پوفیوزه؟ کیه این خانومه؟ نیست همون عکسش ما تو پیانو پیدا کردیم؟ میگه من دوست ندارم رانده بد برم. اون پشتش نوشته و نخونه. خون بودی؟ خیلی پوفیوزین همتون. نقاشی به پوفیوزی شما ندیدم. او این داداش نیا کنی.
صدا میاد. خب هیچ نیست. اون عکس رو میبینیم اونجا، اون بلا سرمون فکر کنم بعد بیاره. من از تابلوهای خونم دارم میترسم الان، خدا شاهد. سلام، کسی هست؟ هلو من نگفتم این بلا سرمون. خب احمق خودت گفتی چرا میترسی؟ چه آتیش خاموش شد؟ وای گوه خوردم این بازی کردم. گوه. خب من دیگه اینجا بودی داداش؟ سلام، تو چه اینجوری شدی؟ خب من جای این مرده بودم الان شاشیده بودم به خودم فرار کرده بودم. نقاشی ها چه اینجوری میکنن؟ 2000 years later. گریه نکن عمو. عمو چه گریه میکنی؟ عمو گریه کن. عمو ریدم. عمو گریه کن. عمو پش نکن، فقط گریه کن. عمو پش نکن. کدوم اتاقی عمو؟ اینجایی عمو؟ مطمئن اینجا نیست عمو، ریدیم. یه راه برای ما گذاشته. این نمیاد تو صورتم ان شاء الله دیگه. عمو سلام. عمو ریدی. این چی عمو؟ عمو اینجا که دار تویه؟ قایم شدی؟ کیستی؟ Who are you؟ بوزای اضافی. خب یه در دیگه پیدا کردیم بچه. سلام. چه خیسه؟ ریدن به نقاشی ریدن. سلام، آشپزخونه. خوش یه چی از اون ور افتاد بکن. چی بودیم؟ فنره؟ نقاشی از نقاشی افتاد پایین. خواهی نشونه بده که داداش اینجا یه چیزایی هستا. خب بازش میکنیم میگیم سلام، میبینیم چی نیست. باز کن ببینیم. داشت گشنم کرده هیچی نداره اینجا بخوریم مثلا الکی، مثلا میخوان ترس بخوام. چنگالو مثل که بعد از این قبرستونی هم بریم بیرون. خوشحال شدم آشپزخونه. خب اینجا هیچ گزینه نداره، بریم بیرون. دیدی چی شد؟ بابا نکنین بابا این کارو. میگه بیا این سلام داداش. مرسی، من نمیخوام، نیاز ندارم این همه پیاز و سیب زمینی. مرسی. نگهدار پیش خود نگهدار. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. باشه. اینو چرا برداشتی؟ خب صدا میاد. داری که به در میکوبه خوشو. یا الله بکن. خب این وقت چون خاموشه ما این وقت این وقت کار رو بداشته باشه طبیعیه. یا الله بگیو. آیدی طبیعتا. سلام. این رو این وقت. خب ما اومدیم دوی اتاق نقاشی. هلو. بعد چیکار کردی؟ چرا ریدی به نقاشی؟ نقاشی داری کامل میکنیم؟ پشت میشینی؟ سلام. درم قفل نیست. این باز شد. این چیه؟ نه چی گویی بخورم؟ چی میگه؟ میگه لکت دوپر بخش. دارم این کارا میکنم ترسم بخواب. میگه جست
hide to find با چاقو مثلا اینو اینجوری کرد. آه بگم اینجی باز کنی مرحله باز میشه. آره بله. خب بریم. یا علی بگو اینجا چی اینا همونه هنوز. خب شاپلیز یا مرکس. بسم الله الرحمن الرحیم. هلوی در بسته میشه یه حسه بدیدم. آسانسور پیدا کنیم بچه. اینو بکشیم پایین فکر کنم. نه بکشیم. چی شده؟ آنجی آمد در ببینیم آسانسور. من همینجی از آسانسور میدازم. حالا فکر کنم تو بازی ترسن از آسانسور سوارشیم. من این ور نگاه نمی کنم. والا چه خبره؟ هلو یا امام این کیه؟ به جان تو یارو دیدم. فاک این شت. همه چیزای طبقه هستی. چرا تو این خونه اومدی آشغال گو؟ سلام. هلو باز کن در پوفیوس. مرسی رسیدم. باز کنیم. یالله بگو بیه همسایه. آپارتمان داریم. چی؟ آپارتمانه. قفله. مرسی که همه در قفله. یه راه برای من میذاری ممنونتم. شم روشن کن جان مادرت. صدا آمد به خداست. اسکلمو کردی؟ این همه قفل بودن که نبودن؟ این باز شدن و نه؟ داداش به خدا این بسته بود باز شد. یا الله. سلام. کاری با من نداری؟ یکی اینجا نشسته با پنجره بازم میترسه. کلید. سلام. آهنگ رومانتیک داره میزنه نه؟ سلام. باسن این بچه ما رو دیوانه کرد. جیسس کراس باسنش رو دهنتون. پچ نکنید. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. چی میگیم بابا؟ At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. این چیه؟ این هم بانوی عزیزی بود که پیانو میداده نه؟ سلام بانو. چه نقاشی نیزیش؟ من میزم پشتم نگاه کنم بعض اون اتفاقی که برام افتاد. چرا هر وقت میرم بیرون میام توی یه جدید باز میشه؟ خدایا دارم گوه گیجه میگیرم. اینا قفله. اینجا راه کلید و اینجاست. یا الله. اتاق خالی. کتابخونه. سیر شیربونی که اصلا نمیریم فعلا. لباس عوض کن بریم مهمونی. داداش چرا بغل هر نقاشی میری دقت کنید صدای مثلا جنگل و آتش داره نمیده مثلا این. یا الله. سوخت. آتش سوزی. زنگ بزن 125 آتش گرفته. الان 120 برابر آتش گرفتم. اوه نشکنه نیفتیم به گوز نریم. حالا سر این نقاشی های پوفیوز واقعا نمیریم. بده اینه که واقعا. یا الله بگو برو داخل. خدا با ماست. گوه خوردم. خدا با ما نیست اینجا. خدا من گوه خوردم با ما یا واقعا چی؟ بابا این باد اینجوری صدا نمیده. این صدای الاغه. حیوان هر کی هستی باز کن بینیم بابا. بچه میترسونی؟ ما همینجوری میریم. نترس. سلام. یه اتفاقی به اینجا بیفت. من حس میکنم همش موشه. این چیزی نترسه. موش بود. موش. ترسیدی؟ صافت. خیلی اوضاع خیته. یا الله.
وای برای پدر مادرت. آی پوفیوز مادرشون خرابشون آقای. من اون بر اگه فکر کردیم اون بر برم گوه خوردم برم اون بر. فکرت اشتباهه. میرم اون بر. خاموش نشد دیگه. خداش یه راه میذاری مجبوری ما بریم تو اون یه راه دیگه. ای گوسفند نکنه بعد کره ها رو با هم همسات کنیم ها. دنیای موازی آینه است. چی نوشته؟ برعکس نوشته من نمیتونم بخونم. یه لحظه باش من چیز کردم ریدم. یه لحظه باش. یعنی چی؟ من رفتم تو آینه منو برد دنیای موازی. من دیگه آینه نگاه نمیکنم. سلام. پشتمو نگاه نمیکنم. پشتمو نگاه نمیکنم. او پشت اینجا. او اینجا میتونی بخونی چی نوشته. میخوام ما رو بکشن. دیدیم تو چی نوشتی؟ تو هیچ گویی نخور. هیچ گویی نمیتونی بخونی. ببین چی میگم. سلام. Fuck you. Fuck you. آخه من چیلی برم الان اینجا چی گویی بخورم. بسم الله الرحمن الرحیم. میگیم به پناه خدا میپریم. چقدر بخواب جسی بشین من تو نمیترسم پوفیوز. سگو آتیش زد. اگه فکر کردی پشتم نمیکنم. 1 2 3 هیچی نیست. سگ بنده خدا رو چرا آتیش زدی؟ دارم مشکل روانی داری؟ مشکل دارید بینا. نترسیدم حالی. سلام. من از ادب دارم خدمت ناموس شما. بی ناموس دو عالمه این چیکار میکنه این پشت من؟ برو آقا میشین نه جلو. من نمیخوام در باز کنم. بیا باز کردم. من نگاه نکن. مرسی. میشه در ببندی؟ مرسی. سلام. یا عیسی مسیح. خب سلام. من دارم میبینم. لایک رو دادی عزیزان؟ شما دارم میبینم. سلام. تو خودت مشکل داری اصلا بیام پیشت معلومه منو میکشی. سلام. این چیه؟ چرا بابا این مرسی که تا اینجا ویدیو نگاه کردید. اگه از این پارت خوشتون اومد، از این بازی خوشتون اومد، دکمه لایک رو بزن، سابسکرایب و کامنت برام بزن. پارت دوم برات حتما پارت دومی آشغال رو بازی میکنم. از هیچ چی هم نمیترسین. مثل اینکه همیشه چاکر همتون هستم. مواظب خوبیاتون باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بای بای.